بسم الله الرحمن الرحیم. آن کس که ز عمق زهر آگاهم کرد، تشویق به شلوارک کوتاهم کرد. گفتم به فقیه ما سراپا دردیم، با دشمن دیرینه توافق کردیم. لبخند زد و گفت که ما گیجولیم، چون سانتریفوژ به دور خود می گردیم. مثل گیجولا نگاه میکنی عظما. زلنگ مرغ بگیرم به یاد تو گازی، تنی خوش است که با مرغ شد غنی سازی. کباب چلچله ها بود و گاز نوشابه، بنازم این همه اوج و بلند پروازی. اوه این نزده رفت که پاشو حاجی. آنان که شبانه ریش تو بو کردند، دیدی که چگونه پیش تو رو کردند. این حرف دل ما مشنگاه در محضر ولی امر مسلمین. برخی به حضور تو مزخرف گفتن، بوزین صفت پشتک و وارو کردن. امروز دنیای اسلام نیازمندی هایی داره. اینی که شما ملاحظه میکنید آل سعود اونجوری، یمن اونجوری، عراق اینجوری، سوریه اونجوری، در یک چنین شرایطی که دنیای اسلام از یک پیچ تاریخی داره عبور میکنه، در واقع نمیتوانیم غفلت کنیم از نیازهای امروز دنیای اسلام. ما هم ابزارش رو داریم به حمدالله. ابزارش، یکی از ابزارهایی که ما داریم و دیگران ندارن در دنیا، معمولا همین مداحی است، همین روضه‌خوانی است، همین منبر است.